فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظیم. برادرای عزیز و گرامی، ولی تفسیر همین را نگاه کنین. الله مهربان میگه فاما من اعطا، هر گاهی که اگر دست شما را من از مال دنیا پر کردم، لیکن شما این مالی که در دستان آمد شما این را مقصد پنهانش نکردین، یعنی کارش نکردین که چشم کسی این را نبینه یا دستی کسی این را نبینه، بلکه شما از این مال اعطا. ما مثال شنیدیم، این اولی گفت یکی دامنو عبدالرحیم گفتن که ما محمد جان وقتی که در حقش دعا میکنیم یا نیکی هاش بیان میکنیم، این یگان به خاطر مقصد یگان مال دنیا طمع نیست، بلکه آن چیزی که عیان است که مثال از جانب برادر ما محمد جان وقتی که این کارهای خیر انجام میگیرن. ولی ما حدیثی داریم، امروز نگاه کنم صحیح بخاری را رقم 63 و 32 شده. حضرت عبدالله ابن ابی اوفا میگه وقتی پدرم صدقه آورد، پیامبر گرامی دعا میکردم که دعایی که اللهم صلی علی مثال فلان نامش میگرفت، خداوندو همین صدقه را که فلانی آورده است، میگه از اون جمله پدرم که آورده بود نامش گرفت در حقش دعا کردن. حتی با دعا میکرد است، وقتی میدیده است احسان مردم میگه است اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، خدایا اینا را مغفرت کن، ببین خدایا با اینها ترحم کن. زیرا که برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا اگر تو پول نداده باشی نمیدونی. ولی گفتی حضرت داملا میگن که ای خیر دارم کو، این دارم برادر عزیز این یگان نقش نمیبازه که دارن. برای همین ولی میگن که حضرت امام ابن عقیل میگه که کسی بگه که من مال دوست نمیدارم دروغ میگه. جناب امام ابن عقیل میگه کسی بگه من مال دوست نمیدارم، میگه او دروغ میگه یا دیوانه های. ولی برادر عزیز این مال، ولی اگرچه عزیزای خدا میگن که باید مال در دست باشه در دل نباشه. در دل جاش کردی بعد گفتی نمی شعر قاری میشه، بعد دیگه موسیقی میشه. اگر در دل جاش کنی که در دست باشه، بعد نتری برادر ما محمد جان ولی جوان مرد میشه، ماشین پر خراکه میکنه، آبجا سریزدگی کلاب در روان میکنه که بگیریم برادرها بگیریم بخریم. امروز خدا ما را داده است، پیامبر گفته است که الید العلیا خیر من ید السفلی، دست دهنده بهتر از دست گیرنده. خدا ما را امروز دست ما دهنده کرده، بگیرین شما مقصد استفاده کنید. برای همین الله مهربان در آیت قرآن گفته که فاما من اعطا و اتقا. شما ببینید که وقتی که میگه من مال میتمش، از مال میگه صدقه میکنه، با بزمی آنی که سخیه و تقا با در برابرش تقوا داره. این درجه را بینیم برادر عزیز، این مرتبه را بینیم که وقتی آدم هم صدقه کنی با هم تقوا داشته باشی، با تقوات قطعی تای، با احتیاطت قطعی تای، بندگیت قطعی تای. و صدق بالحسنى. الله مهربان میگه اینها نفرهایی هستند که با اون وعده هایی که من در عوض انفاق اینها وعده کردم، اینها مقصد چیان؟ اینا تصدیق کننده همونن که ولی محمد جان میدونن که من همین کارهای کردیستم، اینا همش دستگیر میشه در روز آخرت. با همین مقصد های
که من دستگیرم شود، گذشتگانم روحشون شاد شود. خدای مهربان میگه و صدق بالحسنی، اینها تصدیق دارن، باور دارن که به جنت میرسن از پشت این خیرها و این احساناشون. فسنیسره للیسری، الله مهربان میگه من برای همین خیلی نفرها حقیقتا رسیدن یا همین راه ها را بسیار آسان میگردونم که اینها به اون هدفشون برسن. بسیار پیسای خوبه در اینجا در حق مردهایی که مثال احسان کردن، خیر کردن گفته شد. ولی در زیر همین سوره که زیر آیتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، در زیر همین آیت از سوره بقره نگاه کردم در تفسیر میگه وقتی همین آیت آمد گفت که الله مهربان گفت که کیست از بین بندگان که مرا قرض بده، نگو صدقه کنه، کیست از بین بندگانم که مقصد من خودم دادم شون با همونها مرا قرض بتن. میگه ابوبکر صدیق گریه کرد گفت الله مهربان دانست که ما بخیلیم، نگو که صدقه بتین مرا، گو مرا قرض بتین. الله مهربان گو ما را دانست که ما بخیل هستیم. حالا آن که اونا مقصد برادرای عزیز اینقدر جوانمردی که اصحاب پیغمبر داشتن با بازم همین گریه میکرد که الله مهربان از ما قرض طلب کردیسه. همون زیر آیتی که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ولی همین در زیر همین برادر عزیز میگه جناب حضرت ابو طلحه وقتی همین آیت آمد که شما نمیرسین به منزلت مقامی مقصد ابرار یا نمیرسین یا داخل نمیشین به جنت تا زمان آن چی را دوست میدارین در راه خدا اگر انفاق نکنین. میگه حضرت ابو طلحه آمد پیش پیامبر گفت حضرت میدونی که همین باغی که من در رو برای مسجد نبوی دارم بیراها گفتن که باغ داشته است، بسیار آب شیرین داشته و تمامی وقت چه حضرت در اونجا میگذرانده. میگه آمد گفت که حضرت گفت همون محبوب ترین آن چیزی که از من بود همین باغ بود، همین را من حضرت به تو دادم، بخشیدم برای کسی که میتیش حقی تو، بگذار که من به همون مقام و مرتبه همون ابرار یا بگذار من به همون جنتی را که الله وعده کرده است من داخل شوم. ببین هر یک آیت قرآن اونها برادرای عزیز پایبندی میکردن. برای همین خدا برکت یا امروز برادرای ما را که امروز مثال جوان مردی میکنن، امروز حقیقتا به مالهاشون احسان میکنن، خیر میکنن. شاید جناب حافظ میگو که تو میدانی که جاویدان نمانی، همه میدانی که جاویدان نمیمونین، هممون میبرین. تو میدانی که جاویدان نمانی روا داری که نامی بد بماند. تو مادامی میدانی که جاویدان نیستی چی میخوای ای پشت نامی بد بماند. تو میخوای گفتی اکی دوملا استاد دوملا محمدلو که ای پشتت بگن که خیلی مادا یک خیلی مال شاید سر سبیل ماند، خیلی چیکارش میکنی مال شاخی. مقصد وقتی آدمی که از او هیچ کس خیر برکت ندیده کلش میگه، تو وقتی بدانی که جاویدان نیستی با ای پشتت میخوای که همین نامی بد قطعی یادت کنن. برای همین الله مهربان احسانها و خیرها را بازم قبول گرداند. در برابر محمد جان ما بسیار شیرمردای دیگر هم داریم، بسیار شیرمردای هستند که الله مهربان اونها را هم عزت دنیا و آخرت بوده که بسیار اونها هم جوانمردی زیاد کردند و کرده ایستادند. امروز که ما مهمان برادر محمد جان هستیم و خدمتایی که کرده از الله، ولی یک حدیث خواندم روز بسیار به خدا خودم در تاثیر کرده. پیامبر گفته است که آدمای سخی که در دوره زندگی میکنن که نیازمندها هستند که مالاشون میگیرن خوش به حالشون، زیرا زمانی میشود که مردم چنان بای میشوند که مشتی طلا در دست در بدر میگردی، یگان آدمی نمیاوی که سخاوت را قبول کنه. میگه او روزی هست که سر هر یک مرد 40 زن راست میاد. ببین خوش به حالشون میگه در زمان زندگی میکنن که مردمی هست که احسان تا قبول میکنن. از زمان شوه که تو مالت
یک کس قبول نکنه تو این دعا و این منزلت این مرتبه را کجا دیگه میوی الله که و تو را بخیر کنه و ایمان های همه ما شما را با سلامت نگه داره.